ماهواره جاسوسی دشمن در تیررس ایران چه برنامه‌ای برای انهدام اونها تدارک دیده؟ سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. امروز قصد داریم به بررسی تسلیحات ضد ماهواره و گام‌های ایران برای بهره برداری از اون بپردازیم. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ ادامه برنامه. موشک‌های ضد ماهواره تسلیحاتی هستند که برای مقابله و نابودی ماهواره‌های نظامی و جاسوسی دشمن در یک عملیات نظامی استفاده میشن. ما سامانه‌های پدافندی برج بلند رو توسعه دادیم که میشه روی بعضی از اونها حساب ویژه‌ای باز کرد. سامانه پدافندی آرمان یکی از اون سامانه‌هایی هستش که برد بلندی رو داره و برد نهایی اون به حدود 200 کیلومتر میرسه. در حقیقت با تغییر پیشران موشک‌های این سامانه میشه برد رو هم تا حدودی افزایش داد. این سامانه ضد بالستیکه و توانایی برخورد با موشک‌هایی که از جو خارج میشن رو داره. گزینه قابل بحث دیگه هم بحث خرید از کشورهای دیگه است. مثلا در روسیه سامانه S500 در حال تولید انبوهه. این سامانه توانایی پرتاب موشک‌های ضد ماهواره رو داره و از گزینه‌های جدی خرید ما محسوب میشه، هرچند که قیمت خیلی گرونی داره و این سامانه برد عملیاتی 600 کیلومتری داره که در این زمینه فوق‌العاده است. در آمریکا هم موشک پدافندی SMS این قابلیت رو داره تا ماهواره ها رو ساقط کنه. این موشک هم هواپایه و هم زمین پایه است و برد اون 1200 کیلومتره. اولین گام نیروهای مسلح ما ساخت یک موتور مناسب برای پیشران تسلیحات ضد ماهواره بوده و به همین دلیل روی ساخت موتور فضایی سلمان سرمایه گذاری شده. موتور فضایی سلمان علاوه بر استفاده از مواد سبک کامپوزیتی در بدنه خودش برای تغییر جهت روش تغییر نازل در مسیرهای مختلف رو به کار میبره. در نتیجه این پیشران سوخت جامد به خوبی امکان حرکت در ارتفاعهای فراتر از جو زمین رو داره. البته نازل‌های متحرک هم دشواری‌های فنی بالایی دارند که از جمله اونها نحوه آببندی فاصله بین بخش متحرک نازل و قسمت‌های ثابت قبل از اون هستش. در صورت وجود منفذی برای عبور جریان با توجه به سرعت و دمای بسیار بالای گازهای حاصل از پیشران راکتی امکان از بین رفتن کل نازل و حتی موشک وجود داره. به همین دلیل میشه گفت این موتور توانایی این رو داره تا بر روی موشک‌های ضد ماهواره نصب بشه. موتور سلمان به موشک قابلیت مانور بالا در بالای جو زمین رو میده. موتور سلمان راهکار جالبی رو در نظر گرفته. این راهکار برای بهره برداری از روش کنترل بردار رانش، حرکت دادن کل خروجی پیشران یا همون نازل پیشرانه. توی این روش عملگرهای بیرون نازل نصب شدن که با حرکت دادن نازل در جهت مورد نیاز سبب تغییر جهت بردار رانش پیشران و در نتیجه تغییر مسیر موشک میشن. در این روش هیچ میزانی از نیروی رانش هدر نمیره. حالا که با گام‌های تغییر جهت نازل‌های پیشران در موتور سلمان آشنا شدید، به سراغ گام دوم میرید. بالک‌های آیرودینامیکی در موشک گام بعدی نیروهای مسلح در ساخت موشک ضد ماهواره محسوب میشن. ساخت بالک‌های آیرودینامیکی در کشور ما ریشه داره. شاید براتون سوال باشه که این بالک‌ها چطور قراره در ساخت موشک‌هایی که ضد ماهواره به ما کمک کنن. پس برای پاسخ این سوال در ادامه با ما همراه باشید. خب بالچه‌های آیرودینامیکی با استفاده از جریان هوا نیروی محرک موشک رو تا زمانی که در جو زمین قرار داره فراهم می‌کنند. به این معنی که با نصب یک پیشران خارجی برای ایجاد نیروی اولیه جدایش موشک از زمین میشه پیشران اصلی رو تا قبل از ورود به فضای بدون جو یا همون فضای خلا بدون کار و خاموش نگه داشت. بعد از جدا شدن موشک با استفاده از این پیشران از زمین، این بالچه‌های
های آیرودینامیکی هستند که با انجام روش‌هایی از جمله تغییر زاویه نیروی لازم برای رانش رو ایجاد می‌کنند. این نیرو با کمک جریان هوا ایجاد میشه و بلافاصله بعد از کاهش جریان هوا و رسیدن به فضای بدون جو، پیشران اصلی موشک به راه میفته و موشک رو به سمت ماهواره هدایت میکنه. قابل ذکره که با توجه به اینکه نیروی حاصل از جریان هوا میتونه در این روش استفاده بشه، در نبود هوا این بالچه ها عملاً بلا استفاده خواهند شد. البته روش کنترل بردار رانش هم تنها تا زمان روشن بودن پیشران موشک قابل استفاده است و بعد از اتمام کار موتور دیگه جریان گاز داغ خروجی وجود نداره که بتونیم با انحراف اون تغییر مسیر لازم رو ایجاد کنیم. در حال حاضر خانواده شهاب و قدر و همچنین قیام از این نوع سیستم استفاده میکنن، اما خب این موشک ها زمین به زمین هستن و استفاده ضد ماهواره‌ای نخواهند داشت. کاربرد این بالچه ها بسیار متنوع و زیاده که در کشور ما واقعاً به طور جدی به اون توجه شده. کشور ایران در حال حاضر به تکنولوژی ساخت پیشران‌های متحرک در تمامی جهات و همچنین بالک‌های کنترل بردار رانش و بالچه‌های آیرودینامیکی دست پیدا کرده. به همین علت میشه گفت کشور ما مثل 4 کشوری که ذکر کردیم تولید موشک‌های ضد ماهواره را در دستور کار خودش قرار داده. در آینده نزدیک موشک‌های دیگری هم در انواع سطح به سطح و سطح به هوا با این فناوری‌ها توسعه پیدا می‌کنند که به افزایش بیش از پیش توان دفاعی و تهاجمی کشور منجر میشه. و امیدواریم که کشورمون به یک آیرودینامیک مناسب و کاربردی در این خصوص هم دست پیدا کنه. ماهواره‌ها میتونن اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار هر کشوری قرار بدن. این اطلاعات عمدتاً شامل تصاویر راهبردی، نقشه‌های منطقه نبرد، استحکامات و ابزارالات دشمن و مواردی از این دست رو شامل میشه. زدن این ماهواره‌ها دست بالاتری رو به نیروهای خودی در نبردهای احتمالی و یا اقدامات متقابل خواهد داد و بخش اعظمی از هزینه‌های دشمن رو از بین خواهد برد. تا الان فقط آمریکا، چین، روسیه و هند به این تسلیحات دست پیدا کردن و اونها رو توسعه دادن. ساخت این تسلیحات به شدت پیچیده است و نیازمندی‌ها و مقدماتی رو لازم داره. کشور ما هم که در زمینه تولید موشک‌های کروز و بالستیک جزو قدرت‌های جهانی شمرده میشه، برای توسعه این موشک‌ها گام‌هایی رو دنبال کرده که به اون گام‌ها در این برنامه اشاره کرده. در آینده شاهد خبرهای خوبی به احتمال زیاد در این زمینه از کشورمون خواهیم بود. خب رفقا، به پایان این برنامه هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ میسپارم.